بیننده های عزیز سلام. برنامه نوبتی درخش است مهمان خاندان شما و قهرمانی برنامه امروزه ما هستند هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد پرده قاسم. قبلا شما رو با برنامه خوش آمدید میگویم. میخواستم در آغاز صحبت از قدم های نخستین به صحنه گذاشتنتون یادآور شوید. من اصلا از آوان کودکی در همین هنر ذوق داشتم، برای که برادرم بسیار هنرمندی آوازخوانی خوب بود، به حد خوب بود. من همه دیده منم راهی همین صنعت گرفتم. اگه صنعت نیو هوسکاری را گرفتم. سال 1959 سال سنی 13 سالگی ده او وقتا یک از نظرگذرانی هوسکاران میشد. همون دوره‌های شوروی ده 59 سال در نظر دارم. من ماه اوگوست بود. مورنی همونجا نوشتن و از شهر کولاب و استالین آباد حاضر دوشنبه حاضره سفر کردیم آمدیم. همون وقت باور کنین همون وقت من از غزل شروع کردگیم. غزلی اولینی که من در صحنه خوندم در همین اپرا بالت 59 سال. بله 59 سال. همونم 59 سال کشوده شده بود. غزلی سیدای نصفی. مرغبه بال و پر دیدم دلم آمد بیاد، ناله چغز شنیدم منزلم آمد بیاد. همین قشنگ مانده است. خار عمومی و اونجا چند صد کس اومدگیم که ای دوستانی مهربان هم خواهران و دادران، از شهر کولاب آمدیم نزد شمایان مهمان. ای بود. در همون وقت با کی آمدی گو؟ پرده قاسم. من بچه 13 ساله. استاد قاسم هاشم بود، پدری استاد آدینه هاشم. آدینه هاشم بود، استاد آدینه هاشم و دیگر غیرها. سال 1970 سال سینه مالامالی درد است ای دریغا مرهمه، دل تنهایی بجان آمد خدا را همدمه. یکم ایجادیات من همین است بر غزل حافظ. بعد سال 82 بعد از ایجادیاتی استاد مومن قناعت موجای دنیپر برادرم را سر کردم در اینجا. بعد سال 82 من 10 سال دادم. همین خطی بعد ما برآمدن گفتیم. بعد ای فولکلوری برآوردم. قاشق میتراشم، ای شق میتراشم، استا قاشق. اینم مالی من است، باور کنید. استاد پرده قاسم یک هنرمند اصیل، عموما یک شخصیتی خیلی عالی، انسانی که با همه یک هستند، با خرد بزرگ برابر هستند. و در صحبتشون اگر شنید یک صحبتی دقت جلب کننده دارن، صحبت‌های پندآمیز دارن درباره هنر، درباره کسبیتشون. و من حال در سالهای 82 وقتی که به فیلارمونی دولتی تاجیکستان آمدم، علاقه پرده قاسم فرد میشناختم، میدانستم، سروداشون را گوش میکردم. استاد پرده قاسموف از زمره بسیار هنرمندان کم نظیر هستند که در یک سطح بلند از سالهای 70 قرن گذشته تا به امروز فعالیت دارند. صاحب صدای نهایت عجیب هستند. صداشون با حرارت، با شرر و سوزش در یک سطح علایده می ایستد. باید گفت که این استاد صنعت دارای صنعت بلند هنری و البته آوازی گیرا، شیردار، لحن برا و اینچنین فهمش مکملی هم موسیقی و هم ادبیات دارد و
برنامه هنریش نیز خیلی بوی رنگین است. من شکرانه استقلال میکنم، شکرانه وحدت میکنم که مرا با رشد، با مرا زنده کرد، احیا کرد. من منتدارم از پیشوای ملت، از جناب عالی امام علی رحمان که در حقیقت صغیر پرور است، در حقیقت ملت پرور است. چقدر هنرمندان را دستگیری میکند. تاجیکستان را بینید چقدر گلگل فانشیدگی است. من چقدر شکرانه همین خیلی پادشاه نکنم، چقدر نکنم. تا در بدنم جان هست برای ملتم، برای وطنم، برای شما خدمت میکنم. هنرمندی هستند که البته شناختنی، این کس بسیار محنت میکنن، بسیار سرودها ایجاد میکنن و همیشه در تلاش هستند که به همین هنر صنعتی ما باز یک نوگری وارد کنم. من خواستم فهم که پرده خاصیم و سبک و اسلوبی که بیشتر تکیه میکنید، یعنی شما با کدام هنرمند بیشتر پیروی مینمایید؟ من از سال 61 بر رویه استاد ظفر ناظم که وی من استاد نه پدر میگم، استادی من است. من بر رویه همو میخوندم. من 3 مکتب گذشتگیم، یکم استاد ظفر ناظم، دویم آدینه هاشم، سوم جور بیگی مراد، بعد پرده قاسم شدم. یعنی پیروان مکتب آنها هستید؟ بله. دوستی و عهد را از دوستان آموختم، دشمنی را خود ز شری دشمنان آموختم. نیست بالاتر مقام از مقام آدمین، آدمیت را من از خرد و کلان آموختم. همین خیلی است. با شما یگانه هنرمندی هستید که از ایجادات استاد مومن قناعت زیادتر سرود زمزمه نمودید. سبب رو آوردن شما و ایجادات استاد مومن قناعت در چی بود؟ هر شعر در قلب آدم، در دل آدم جان نمیگیرد. باور کنید وقتی که من کتاب استاد مومن شاه را برادم داستانا را دیدم، داستانا را آمردک آخیش یکی دیدم که سخن را وزن و تمکینی زمین باید، سخن را قدرتی جان آفرین باید، دلی سرباز مثل تو کمین باید، زمینی من کی دستانی تو را خواند. این سخن بینید بلندیشه قریب به حضرت رودکی و شیخ سعدی و حضرت حافظ و مولوی و جامی و میرزا بیدیل آمده است. چقدر من نخونم این را. هنرمند سخن در میکند که چی گفته است، این چی گفته است. هم در وقتش در جوانی ها، در جوانی من هم استاد اول میخوند که خانم در زلفکا جانم، یا اینکه آسیا چشمک ببرده دلم ملا چشمک. اوخی همین وقت و ساعت دارد همه چیز. همون وقت ساعت که رسید بعد خنده میره و بعد معنی میره و بعد رد توری میشه. ولی با بعضی ها مرا میپرسن که استاد این جوانای حاضره چی؟ با جوانای حاضره چی؟ هیچی. جوانای حاضره جوانیشون نکنن، لیکن وقتی که سین سالی ما برسیدن یک چیز بله درک میکنن. استاد این لحظه امکان دارد که از ایجادات استاد مومن قناعت پاره سرود را زمزمه نمایید برای تماشابینان تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز. برای صبحی دم از احاطه گل، روان و صاف چون آواز بلبل، عجب نرمی عجایب بیغباری، چه شرمی دخترانی کوهساری، چه شرمی دخترانی کوهساری. این از استاد مومن شاه هست. ببین چه نازی دخترانی شوخی درواز، چه شیرینی ایا سر چشمه ای ناز، بیا لب را به لبهایی تو مانم، غمی دیری نرا از دل برانم. همی خیلده میراز. در برابر هنرمندی بی‌نظیر بودنشون تربیتگر بسیار خوب هستند
امروز اون مکتبی بسیار عجیب و اون بگیم که صنعتی بسیار بلند اجرا کنندگی در صحنه را شاگردانشون کسب کردند و باید بگم که بنده هم از این مکتبی بسیار عالی‌جناب بی تاثیر نیستم. بسیار از هنرمندان اصیل شاگردان زیادی خود را دارند ولی شاگردان شما انگشت شمارند. سبب در چی باشد؟ نمیتونن. من راستی گپش میگم نمیتونن. بسیار من همشون نمیگم بچم من یگان بار ایتری چی نکردگیم بگیرین شما با اوج ناتایی که من میگیرم و ایوای نخونین شما پس کنین پس بکنین 1 تن پس میکنیم 2 تن پس میکنیم گفته خوندن بگی آقا سنی مایلی سایقلتی بو نستر 2 تا شاگرد دارم یکتاش شوقت جان میگم یکتاش نظر خوجا شوقت جان غزلای من میخونم نظر خوجا اما سردای معاصری که شوخ هستن که ابرو نپران جانکم ابرو نپران همین رو میخوند آخره همین 2 تاش هم اگر سخترک بخپیم البته یگان چیز انشالله میشیده گیست. سرای داودل ضرورتی سرایدن اهنمین به دیه در چی بود؟ یک روز همون چخیل میشود که خاصیت جان خواهر عزیزی من زنگ میزنم میگه که استاد من یک چیز دارم همین نمیشد که بخونیم. من گفتم تو کی گفتی چی گفتی من نخوندم. بعد من اول گوش نکرده بودم که اهمیت نمیدونم یکی خوند گفتم کجاش من گیرم گفت یکی شما بلندش گیرید گفتم گفته خودشان دویشم میرسد بعد گویه دویش شما گفت تمام جورا میگیرد گفت نگی بعد همین گیرد مرد خودم با معقول شد هوای خودم با معقول شد ها ریتمم سخنا هم سخن گرچندی سبک هم باشد برای جوانا برای یاشو بیاد مقبول به حد مقبول میشه یعنی اوما فهم است. بله اوما فهم است. همین چیز رو من پیشنهاد کردم گفتم استاد در برنامه کنسرتی من همه اشتراک میکنن شما هم میخواید اشتراک کردن یک سرود با هم خونیم اون کس با جان دل راضی شدن وقتی که ما رفتیم همین سرود ثبت کردیم در استودیو استاد همه خیلی با مهارت این سرود اجرا کردن و در مهلت خیلی کم همین در چند دقیقه همین شعر استاد نوید دادستان از خود کردن گرفتن خواندن ثبت کردن که بچهای همون استودیو بودگی همه در حیرت ماندن که اینقدر بینید جوانا آمدن یکی با مانند استاد خیلی مهارت نداشتن که چقدر تیز از خود کنن تیز ثبت کنیم همین سروده. میده میده خال داری نمیدانم یار داری عجب دلدار داری از ما پناش میداری عجب دلدار داری از ما پناش میداری. از نگاه شما برای چه امروز به دیه خونی میان هنرمندان جوان کم شده است قریب که از بین رفته است؟ آقای اگر بگم حالی بعد میگن که من استادی تری یک خواجگی شده است همین فقط من میگن ای بداغی غربتم وا سوخت آخر خود نمایی ها آخر چی خود نمایی که میکنی بگی یا دختره که در برکت بخون هیچی هم نداره من در همین سین سال حاضر اگر من بگن بیاره همو بدیه که من در معقول شد من میخونم من میخونم بخونن بدیه را هر کی هم خونده نمیدونن نگه کنی اپای نقره چخیل میخوند اپای نگینه چخیل میخوند همین خیلی اپای مستانم چخیل میخوند بله 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 اوه این هر کی هم خوندن یا که اپای تخته ابراهیم موها و هر کی تاجدین خدا رحمتی قطعی که مقدس جان میگن که سرود همین 4 عنصر دارد یعنی که موسیقی شعر آواز و دانش و فهمیش سراینده من فکر میکنم که محض همین عنصرهایی هستند که در سرود و ترانه های استاد پرده قاسم توانسته است توسط آن یعنی که دلی مخلصانش را به خود یعنی که جلب نماید. الا یا ایها الساقی ادیر کسن و ناویلها بین
وای موسیقی اگر هنرمند میدونید که چقدر جوش میزند اینجا این سخن در اینجا من اینجا میراسایی بله اینجا هضم میکنی بعد به مردم میرسانی همین خیلی است انا من هم میخوام که همین جوان ها هم خیلی باشن به مردم برسانن سخن برسانن سخن بلنده والاره این سخن بسیار آدم از رای بد میگرداند هر یک هنرمند را از روی یگان سرودش بیشتر مردم قبول میکنند و از نگاه خود شما کدام سرودتان بیشتر به دل و دیده شنوندگان راه یافته است؟ راستیگه بگم برای من همه سرودام فرزندی منن همشون من دوست میدارم نیکی من تاجیکستان از منی گفته دیوانه میشم من همین بسیار دوست میدارم غزلا را همش دوست میدارم من حافظ بیدیل مولوی رودکی را نیکی اگه در دل همین حوض گجوی برم یاد 50 مترم برم تاجیکستان با همه درد و دواید از منی میگم ها برای چی؟ برای که من که از منی که گفتم من از کیم؟ من از شما تاجیکستان یک از من نه از همه میلت است چون اینجا سخن درباره سرود تاجیکستان از من رفت میخواستم فهمم که تولید همین سرود چگونه بود؟ تولید این یک ما از کدام کنسرتی گشته بودیم سالوی 2000 بود به فکرم 2000 بود بعد همین یک رفیقم بعد گفت که استاد همین کتاب نامش سفیداره چون چیزا همخیلی بود گفت همین یک بین ایپا ما گفتم بیا من حاضی مانده شدگی من می خیلی کنسرت میدونین که ما کجا رفتگی ده 2 سرود 3 سرود نمیخونم 1 ساعت 1.5 ساعت میخونم برای مردم نه نمیمونن آخه ما استادیون ده با بعد میخوای نگاه کنم خیلی ورق زدیم شاعر امام علی میرزا بعد یکی نگاه میکنم همین تاجیکستان برآمد بخوندم تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی همین سخن اوجه میخپه دادم دیدی سخن اول حق او آخرش که گر بیمیرد یک تنی تو من بیمیرم آن زمان با خوندن همین مصرع‌های شعری هیچی وطن دوستی یادان بله ایرا من حتما در آهنگ رو آوردم انا بعد همین برآمد یکم در گوش صدا دادگو تایی همین اسماعیل سامونی با یه بعد یکی خواندم ده خودم راحت کردید ای راحت هم گذشت مثال گیری من یک خیلی غزل ده من طاقت نمیارم میگریم ایده ای خرسندی را که بگی بله نی مردم چقدر قبول کردن آقی اینجا گپای هنرمنده که تو ببروری مهنت کنی و مردم کوشت نکنن قبولت نکنن چی در کاره خیلی چی در کاره من خوندنی من او غزله یا اینکه او سروده من خدمت در نظر دارم تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی با گذشتی دور با این روزهایت از منی ابتدا شد از همان روز کینام و هستیم با همان صبحی نکویی پرزیایت از منی دختری تاجیک را قامتی باریک را یه دخترکی تاجیک را تز در نظرم دخترکای تاجیکای خودمون گسو بریده مویوشون هم میبرن که او وقتا تماما گفته همه اروسا پریچوسکا میکرد گو انا بعد گفتم اینا گفتم اگه سبک میگیریم بعد همی کار کردیم مهنت کردیم
منم با شوخی آمیز همین را خواندم مویی در آدم ما همین رفتن گیریم این هم چیزی نقض برو آمد برای جوانو نه بعضی دخترک ها که بد میبینن نه که بعضیش بسیارش نقض میبینن ما و او را با او معنا گفتم که نبر موی سرتا واقعا هم شما هنرمند هستید که در همه ژانرها با همه در همه سبک و اسلوب میتوانید سرود ایجاد نمایید و این هم یک بردی هنرمند است. ما سه تا استاد که مکتب گذاشتم چی با نمیتونم خونده میتونم خونده ان شاء الله ما استاد سال 76 بود اگر از گریه کردن آب میشد دلی من بود من همین را تیار کردم و در صحنه کلاب در تئاتر ولیزاده در پسی پرده گفته خودم در پسی پرده خواندم من زنده خواندم مردم نمیبینن مردم ندیدن بیا بانا که همون لنتا موندین من استا مبروم هم گفتم مردم مایم بینین او چیز که در اینجا که معقول شوه خواهم نخواهم میخوانیش در روی صحنه توجیه که از 58 سال است که فعالیت می‌نمایید انبته یک وقتی خیلی طولانی است مثلا با گفتن دیگر است در عمل دیگر است و امروز فعالیت خود را در انسامبل دولتی لولا برای ماندید امروز فعالیت چگونه است در این انسامبل بسیار خوب است من از سال 99 در انسامبل دولتی لولام او وقت کنجا ابراهیم دیرکتورم بود بعد وی صاحب خوری مجید شد خدا رحمتش کنه بعد سیم جمشید جان اسماعیلوف شد انا حاضر اسکندر جان رجب شد است نقض ایجادیاتمون نقض رفته شده است انسامبل هم بسیار خوشرو فعالیت کرده شده است فردا قاسم همچون هنرمند میشناختیم و اعتراف هم میکردیم و اما از سال 2015 که ما یک جای با هم کار میکنیم استاد پرده قاسم یکی از شاخه های صنعتی مردم تاجیک به حساب می رود با استاد روسیه ما همکاری خوب داریم و پیوسته بسیار چیزها هم آموختیم به مثل پرده قاسم در صحنه آزاد هنرمندا کم هستند یعنی آزاد خود رو در صحنه بسیار خود رو آزاد حس میکند و بسیار دوست داشتنی است در بین مردم خوش سخن است بسیار داننده بسیار غزل های پندآمیزی از حافظ و از بیدیل و از سعدی و از جلال الدین رومی سخن ها و پندهای بسیار میداند و غزل های بسیار میسراید از نگاه شما اگر هنرمند یک سبک و اسلوب رو یک ژانر رو انتخاب نمایده دارن همون سمت سرود سرایت بیشتر موفق میشود و اینکه به مثل پرده قاسم در همه ژانرها سرود سرایت تواند و سبک و اسلوبی به خود خاص رو داشته باشد اکو بانوی عزیز من میخوام که همه هنرمندا در تمام ژانر بله سرود سرایند بعد همون خواهی یک طرف خطی هیچ خیل میشه این مثال گیریم نه یکون جایی یکون چی نیست یک خیلی هستن که از همون سبت دیگه بر آمده نمیتونن یکی بله مجبور کنید شب و روز کار کنید میشود چی با نمیشود چی من میشم و من میتونم کرده همین کار رو چی تو نمیتونی میتونی بچم کردن در کار مجبور که خطا همین مهنت که کردی زحمت کشیدی راحت شم میبینی این قدر سال در صحنه بودن برای یک فرد فرهنگی این شرف است این از آن شهادت میدهد که استاد یک عمر سرسپرده صنعت هنرشان بودند در عالم موسیقی تاجیک مشاهده میگردد که برخی هنرمندانی پیدا میشوند که مثلا با سراییدن یک دو سرود علاقه در بین مردم محبوبیت خود را پیدا مینمایند ولی آتش همین علنگه کمی پس مثلا خاموش میگردد سبب در چی باشد از نگاه شما خب برای که وای سرقل نمیتید وای وقتی که بار آمدی دوام دادن در کار
دوام دادن در کار، سیقل دادن در کار و به یک سرودک خطی تو هیچی نمیشه که و همین گذشتگانی ما هم خیلی اومدن سر کردن تا هستن برای ما کردن آمدن از تو هم که این ما رفته سودیم ما پیر شدیم گرچه از کلبه احزان فلک پیر شدیم و تو نه جای ما را گرفتی و تو که دوام بتی گم نکن این رویه مردمی ما را این راهی مردمی ما را آخی توی که آخی بعدی ما همه خیلی است مهنت که آبیله دست خودت کن ایجاد کن در این حالت میتوان هنرمند موفق کرده بله. تکاپو از در جستجو از چیزی نو رو میخواهد که از خود کند و پیشکش مخلصان گرداند و همین نه هنرمندان فکر میکنم که تا بعد در دل و دیده مخلصان باقی خواهند بود. در فرجام صحبت با جوانان مخصوصا هنرمندان جوان چی گفتنی دارید؟ اولا سخنه درک کنن انتخاب سخن در دقتیان شور باشن بعد آهنگ ایجاد کنن چیزای سبک کمتر بخونن به معنی بخونن به معنی و تستر نکی ایجاد کنن این خیلی نکی همین بلوده ها در کردی که دو تا بخونی و بعد بس کنی نه این خیلی نمیشد این خیلی عیبه برای صنعتکار ما برای که تاجیکا ما به حد والا داریم بلند داریم ما تاریخ ما بلند است به حد بلند کهنه است برای هم من از جوانان همین توانات دارم که دایم کتاب بخونن از کتاب شاعرای ما شروع نوشتگی هم بخونن به مردم رسونن اولا ملتی ما را تنج امان ماند دنیای ملتی ما را آباد کند وطنی ما را آباد کند دایم و در تاری سری ما عوری سیاه نباشه همین کپ بود هم آسمانی صاف و بیغبار باشه و باز میگم که همین جناب عالی در تاری سری ما سایه ما باشه. تشکر زیاد برای چنین یک صحبتی پرمحتوا. بیننده‌های عزیز اینجا میرسیم به فرجام برنامه درخش و خاطراتم می‌نماییم که در مهمانی امروزه ما حضور داشتن هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد پردخاسیم و فکر می‌کنم که جوانان صنعتکار هنرمندانی که رو میارن و صنعت موسیقی تاجیک از مکتب این هنرمندان اصیل برای خودیت برداشت میکنند و سهم خود را در رشد موسیقی ملت تاجیک خواهند گذاشت. با شما بودم من شادنامه دوازاده تا برنامه‌های بعدی. خیر.